سلبریتی ها همیشه هم حالشون خوب نیست. بعضیاشون به بیماری های دچار هستن که گاهن ناراحت کننده و گاهن عجیبه. مثلا همین برنسات، باورتون نمیشه که به چه بیماری مبتلا هست. با هم دیگه میشنویم. دختر و پسرا به سلبریت سفدا خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکی علاقه‌مندید، حتما منو همراهی کنید. درسته که سلبریتی ها ظواهر زندگیشون با آدم های عادی متفاوته، ولی خب در هر صورت اونا هم انسان هستن و با مشکلات و مرزی ها دست و پنجه نرم میکنن. امروز میپردازیم به چند تا از مشهورترین سلبریتی های ترکیه که بعضیاشون به بیماری های گاهن عجیبی مبتلا هستن. کıvanç تاتوتو خوشتیپ که نور چشمی سینما و تلویزیون ترکیه و حتی دنیای مدلینگ هست، تا مدت‌های طولانی با بیماری آپنه یا همون حس خفگی و توقف تنفس در خواب دست و پنجه نرم می‌کرده و به گفته خودش به خاطر این بیماری از خوابیدن می‌ترسیده، چون واقعاً حس بدیه که وقتی میری توی رخت خواب احساس کنی که داری خفه میشی. هر جا که اسم کıvanç تاتوتو بیاد، ناخودآگاه دوست داریم بعدش اسم برنسات رو هم بشنویم. اتفاقا برنسات هم جزء بازیگرانیه که به بیماری عجیب مبتلاست. البته اسمش رو بیماری نمیشه گذاشت و در واقع یه جور اختلاله. اختلال خوردن و جویدن ناخن. برنسات میگه این عادت بد رو که مدت‌های طولانی هم بهش دچار بوده، با دارو تونسته که ترک بکنه. احتمالا مثل بچه‌ها برنسات از قطره تلخک روی انگشتای خودش استفاده کرده تا تونسته که عادت خوردن ناخناش رو بذاره کنار. سزن آکسوی 70 ساله جذاب که انگار قصد پیر شدن نداره، شاید جالب باشه که بدونین اسم اصلیش فاطما سزن یلدرم هست و طی سالهای هنریش به سزن آکسو معروف شده که در واقع فامیلی شوهر دومش رو برای خودش حفظ کرده. یه چیز جالب دیگه در مورد سزن آکسو اینه که این خواننده مطرح ترکیه به لقب گنجشک کوچیک معروفه. و اما بریم سراغ بیماریش. سزن به حمله عصبی شدید یا همون پانیک دچاره و گویا تا به الان هم نتونسته به طور کامل درمانش بکنه. بیاز öztürk که بیشتر از خوانندگی به اجراهای فوق‌العاده‌اش معروفه. همیشه با لوزه‌هاش درگیره و با وجود کوچکترین سرما یا حتی خوراکی‌های خنک، سریعاً لوزه‌هاش دچار مشکل میشه و همیشه باید حواسش به گرم بودن محدوده گردنش باشه. ابرو گینداش نفر بعدی لیست امروزمون هست که البته وضعیتش از این مواردی که گفتیم خیلی حادتره. البته بهتره بگیم که حادتر بود، چرا که در سال 2000 مشکلی در رگ‌های مغزش به وجود اومد که اونو تا پای مرگ برد. ولی با بیماریش جنگید و پس از یه عمل جراحی خیلی سخت دوباره به زندگی برگشت. به همین خاطر الان خیلی حواسش به سلامتیش هست و مدام چکاپ پزشکی انجام میده. چند وقت پیش هم که روی صحنه حالش بد شده بود، طرفدارانش نگران از این بودن که نکنه دوباره مشکل مغزیش برگشته باشه. و اما نفر بعدی آجدا پکان 78 ساله، اسطوره تکرار نشدنی صنعت موسیقی ترکیه که به صورت رسمی بهش لقب سوپر استار رو دادن. به بیماری قلبی از نوع حادش دچاره و برای کنترل وضعیت قلب این سوپر استار تا حالا 3 تا استند که یه لوله فلزی برای باز کردن رگ‌های قلبه توی قلبش کار گذاشتن، ولی با این حال هنوز هم وضعیت قلبش راضی کننده نیست. اتفاقا از بازیگران عشق ممنوع برنسات تنها کسی نیست که به اختلال جویدن ناخن دچاره. هازال کایا هم درگیر این بیماریه و گویا برعکس برنسات اونجور که باید و شاید نتونسته درمانش بکنه. Bilmiyorum ama ben ağlamaya başladım. Çünkü o kadar kalbime dokundun ki ben sana anlatamam. مریم یوزالی آلمانی تبار هم در حالی توی این لیست قرار داره که بیماریش متفاوت و عجیب غریب تره.
اوزرلی به بیماری سندروم برن اوت یا همون فرسودگی و دلزدگی شغلی دچار بود و اصلا به همین علت بود که مدتی به آلمان رفت تا اونجا بتونه خودش رو درمان بکنه و از فضای قبلیش کاملا دور باشه. مریم بعد از به dünya اومدن فرزندش دوباره به ترکیه برگشت. البته این بار سرحالتر و قبراق‌تر. Ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler. صداسایان معروف و زیبا هم جز سلبریتی هاییه که دچار بیماریه و بیماریش مربوط به غده تیروئیدش هست. به خاطر این اختلال تیروئید صداسایان در صورت نخوردن غذا به şiddet مریض میشه و سرگیجه میگیره و تا حالا هم نتونسته به طور کامل خودش رو درمان بکنه. Seda Sayan'ın serveti çeşitli kaynaklara göre yaklaşık 50 milyon dolar civarında tahmin ediliyor. Yıllarca süren televizyon programları و اما نفر آخر این لیست که من بسیار دوستشون دارم نور یرلتاش هست. بانوی هنرمند و طراح مطرح لباس و البته مجری معروف که بیشتر با برنامه معروف اشته بنیم ستیلیم میشناسیمش، متاسفانه به خاطر بیماری سرطان و مشکلی که برای مغزش پیش اومد جونش را از دست داد. نور یرلتاش 2 بار عمل جراحی شده بود که بار اول موفقیت آمیز بود، ولی بعد از عمل جراحی دومش 1 سال بعد در سال 2020 به رحمت خدا رفت. نور یرلتاش زن بسیار دلرحم و خوشقلب و خوش‌ذوقی بود و جالبه که بدونید دوستی بسیار نزدیکی با بولند ترسوی داشت و بعد از مرگ نور بولند بسیار بیقراری میکرد. Senin ekmeğine mani Aynen olamaz öyle. kardeşim. Bir tencere yemek yaptım, kimseye yetmeyecek dersin. 20 kişi gelir o ekmekle yemekle.